مریض بعدی. سلام علیکم دکتر صاحب. علیکم سلام. خوب دکتر صاحب. دکتر صاحب هم تو مریضم که دخول به مرگ. چی مشکل داری؟ مثلا همین غذای گرم که میخورم، مثلا تخم مرغ، مثلا لیندانه، پنیر بند میشه. چی بند میشه؟ دماغم بند میشه. دیگه چی مشکل داری؟ یک مشکل دیگه ایه که مثلا موقع خواب و استراحت و از اینا مثلا داغ میشه. چی داغ میشه؟ کفای بام داغ. فشارت بخور و مشکل خیلی جدی نیه. این جوار میتونیم خوب میشه. اسمش چیه؟ اسمم حکیم. مریض بعدی. دکتر تو چیکار میکنی؟ چی کار کردن؟ تو با 5 دقیقه چند تا مریضی که؟ یک مریض. یک مریض. خود تو هم میگی یک مریض، تو با 5 دقیقه باید حداقل 10 تا مریض سنی کردی، بیرون نمیتونی صف کشیده. تو چمخم دکتری یاد نداری، تو هم وقتی خود میگیری، هم وقتی مار میگیری، هم وقتی مریض بیچاره رو میگیری. اون مریض بیچاره حوصله نداره 5 دقیقه اینجا بشینه تو از بپرسی کجا درد میکنه، چی بخورده چی نخورده. تو بیرون با چمخم دکتری رو از میاد. مریض بعدی. سلام علیکم دکتر. مشکل از اعصاب تو. دکتر صاحب تو میراب نزدیم. مشکل اعصاب تو تو هم به دکتر شدی بره. مردنی بعدی. سلام علیکم دکتر صاحب. مشکل از اعصاب تو. یعنی چی دکتر صاحب؟ متوان هیچی از نگفتم. قیافت معلومه مشکل از اعصاب تو. برو. مردنی بعدی. سلام علیکم دکتر صاحب. چی بالا زد تو؟ دکتر صاحب. مشکل از معدت خیلی گپ میزنی وقتی. یعنی چی دکتر مشکل از معدت صاحب؟ یک ساعتش وقتی ما بگفتی برو دیگه. برو. چی وقتش وقتی ما بگفتی.